تا بشه. این میشه 3، این میشه 5. خب پس دونه دونه سوالات رو از ما بپرس، کلاس رو شروع کن. وقتی سوالات تموم شد کلاس تو هم تموم میشه. تو برو کار خودتو انجام بده، ما هم کار خودمون انجام بدیم. به توافق رسیدیم؟ میدونم الان وقتی کلاس من تموم بشه هر کدوم از شما میتونید این کار خودتون انجام بدید. الان که تموم نشده. پس به توافق رسیدیم. کلاس شروع شد. سوال اول بفرمایید خانم معلم. امارات ثبت نام میشه. سوال اول بود؟ بله. باش. سوال دوم؟ نسومه ثبت نام میشه. حالا جدی من شعر میپرسم. آها خب سوال الان شروع شد. بگو. من که معلمم اینا سوالای منم. بله. شما بزرگ شدید الان مدرسه نام. خب مدرسه بهتون میگن بچه ها وایسی تا وقتی گفتیم بای بای شما باید بگید. خب باشه میشه سوالاتو شروع کنی بپرسی. ما الان تو کلاسیم دیگه، درس بده. کلاس شروع شده. بفرمایید تبلت. ممنون. تبلتت با این مداده یه چیز بکش. یه چیزی بکشم؟ چی بکشم؟ هر چی دوست دارم. بله. معلم بله. میشه بگی چی بکشی؟ هر کدوم از شما میتونید که هر چیزی که دوست دارید بکشید. من مهم نیست. هیچ موضوعی بهمون نمیگی؟ من کشیدم. بده نفر بعدی. خب الهه دوست داشته اینو بکشه، شما اینو باش همراهی اینو باش بکشید. نه ازش خط بیرون نه کشه. خب بدی نفر بعدی دیگه. نه هم کنم چیز هست. بله. کلاسش خوب بگیرم. تو هر چی دوست داری بکش اگر دوست داری. آخه من تا حالا کسی بهم یاد نداده چجوری نقاشی بکشم، برای همین اومدم سر کلاس. خب اونم یاد ندارم. گفتم من چی بلدی؟ نگاه کن. خب خانم نمیتونی رو بکشیم، شما خیلی خوب میکشیم. اینم بال. گل کشیدی؟ بله. بذار منم سعی کنم. نه اونجا نمیکشه بونه بزن. دیدی؟ اینجا میکشه. قشنگه داری خوب میکشی. من مثلا شکل میکشم قشنگ.